حیوانات چی؟ یک چیز ما ایتا فکر نمیکنیم روح ایجون فرق نمیکنیم کمبودی اساسی ما همی هایی که روح ایجون فرق نمیکنیم غیر آن جانی که در گاو و خر است آدمی رو روح جان دیگر است او حضرت ملک الموت قابض ارواح های روح قبض میکنه این جان رنگی نمی توک های الکتریسکی توک این دیده بیسویده که کشتی مرد تمام انمی جان نمی خیلی دل کار کردسته خونه هر ستیله کردسته بدن کار میکنه اما روح دیگه های روح رنگی فلش در تلفن جداگونه های روح اول در بدن آدم نیست وقتی در شکم مادر 120 روزه شید بعد به امر پروردگار روح دمیده میشه در بدن من برای شما شرکت شفافرما رو توصیه میدیم داروهای گیاهی برای فرزنددار شدن پروستات سنگ و نمک گرده بزباله شدن با اینکه خراب کرده و اینچنین برای درد میان و پاچه و برآوردن ریش و موی سر و اینچنین نیست کردن مویهای نوازی و دیگر نمودهای داروهای ارگینال را می توانید دسترس نمایید. اگر از نام فرهناز لایف گپ زنید تخفیف علاوه کرده می شود. دمیده می شود در بدن. میفهمید؟ امام غزالی همین را چی میکنه میگه که هم مردم اصلا بگه این بدن یک چرپای سواری برای هم روح های اصل انسان روح های همه همین حیثیاتی که داریم کو حیثیاتی بویدن دیدن چشیدن شنیدن قپیدن همه همین خدمت روح هم میکنه همین 5 کانال اینفورماسیون را جمع میکنیم روح بوی میگردونیم دیده آدم میبره بدنش میپوسه نه که روح نمیبره او روح هست انا ملک الموت خوبیزی ارواح روح ها را قبض میکنه روح در کی میشوه از مخلوقات خدا روح در ملائکه میشوه ملائکه اصلا روحانی های روح انا در جن ها میشوه و در انسان ها یه دیگه گاو و خر این حیوان ها ندارن یا روح ندارن همون جان نه فقط در حیوان ها در رستنی ها هم هسته همون جان داره که سبز میشوه و میوه میته و میده و هم نیستی اگر همون که نباشه خشک میشود هزه میشود میروه همه همین نباتات حیوانات همه جان دارن جان قبض نمیشود جان مهلت که اومد میبرین میروه اما روح قبض میشود روح به عالم ارواح میروه یا هم دیگر فرق میکنن همین یک خدا حفظ کنه از آنجا با یک سوال دیگه یک برادر پرسید و یک چند حیوانی که داخل جنت میشه و همین درسته با مانند سگ اصحاب کهف با مانند اشتری نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم با مانند مقصد گوسفند حضرت ابراهیم خلیل همین رو پرسیدم انا چند حیوانی که در جنت مقصد داخل میشه بعضی حیوانایی هستن که روخل داخل جنت میشن اما این مسئله همین سگ اصحاب کهف که گفته جای خلاف نداره سگ اصحاب کهف روز چند پای مردم گرفته مردم شد پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد انا نه که این مسئله بعد شطور صالح علیه السلام اصلا خداوند خلقش کرده بود برای هم مردم هم مقصد او را میدروید خشکاری مقصد کبشی حضرت ابراهیم خلیل او مقصد که ذبیحه و ایوازی حضرت اسماعیل های بعضی چیزهای دیگر هم در نمیجا خوش کرده گیان حتی دلدلی محمد صلی الله علیه و سلم هم خوش کرده گیان اوری در 1001 شب یک قصه کنیز بی‌نظیر همون در وقت بحثش یک کنیزک بود است بسیار مسود از جمله همین طریق سوالش میتونن که حیوانایی که داخل جنت میروند کدام و یک نمبر میکنه در ضمن دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میگه اگه بعضیش جنتی ان انشالله جنت میروند بعضی دیگر شب بعدا مردم گرفتن در قطار یا کش کردن والله اعلم خدا خودش داناست اگه مقصد که او سگ اصحاب کهف قصهش در قرآن اومده است همه شنیده میدونه خب شطوری حضرت صالح در قرآن اومده گیه همین سوره و شمسی و زحاده اومده گیه
انا قشقوری حضرت ابراهیم خلیل در قرآن اومدگی ذبح عظیم میگن فرشتو در قبال حضرت اسماعیل علیه السلام انا ذبح عظیم. خوب بعضی ها خری حضرت عیسی را میدونن اینجا انا در قرآن است. اینا دلدل محمد صلی الله علیه و سلم میدوزن اینا در قرآن است. دلدل اصلا خشیره. ما مایده بودیم خدا رحمت کنه مسافری پدرمون دلدل میگفت اسبای اسب نبود است خشیر بود است. ایران مقوقیس حاکم مصر وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم مکتوب مینویسه و به اسلام دعوتش میکنه آدمی با عقل‌تر که بود است دعوا و جنجال نمیکنه و در عوض برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند هدیه میفرسته. از جمله یک خشیر میفرسته با نام دلدل. حضرت خودش را نام کرده دلدل. خشیر سفیدی سربریستی بوده نقره رنگ. انا حضرت در بالای همون سواری را دوست میداشت میشه سوارش میشه. بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم فانی را بدرود گفت به عالم باقی رفت خشیر در دست حضرت علی افتید. این میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای گفته دیگه او خشیر سوار نمیشه حضرت علی نگهبینش میکرد خدمتش میکرد میگه بسیار خوب نگهبینش میکرد. وقتی که سالهای طولانی در دست حضرت علی به دست آورد تصور کنید که 2 سال و 3 ماه خلافت حضرت ابوبکر صدیق 10 سال خلافت حضرت عمر 12 سال خلافت حضرت عثمان علاقه خودش 24 25 با انا قریب 5 سال خلافت خودش همین خشیر در دست شده است دیگه مسافت شده ای پیری بد شده پیری فرتود. وقتی که حضرت علی به شهادت رسید همین دلدل پسر عمک حضرت علی عبدالله ابن جعفر گرفت. میراث پیغمبر ای گفت محبت مسلمانان را ببینه همین میگه دیگه خشیر کور شده بود راه گشته نمیتونست است. همین عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهما ثروتمندترین مردی همون عصر زمان بود بایترین بود به نهایت بای بود است. اگه تصور کنه که از فرط محبت در درون اوغرک این همی بادام و چهارمغز همین را میکتیده است مایده میکرده است کفی دستش قدی همون خشیر هم میخوانده است. در دستی حضرت عبدالله ابن جعفر همون خشیر مرد. شاید همی خاطر باشه ایو هم گرفتیان در حیوانات جنتی داخل کردیان در صورتی که ایو نیستن نه که به هر وجه صورت مقصد که انا چیزی که بناسی صریح شرعی ثابت نباشه ما هیچی گفتن نمیتونیم.